سلام و خیلی خوش اومدید به اولین قسمت از سری هاردکور. توی این هاردکور ما قراره که خب خیلی پیشرفت کنیم و بدون محتلی بزن بریم. خب وردو من بدون هیچ سید آمادهی کرییت کردم و ویلیج به 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 به، همین اول کار نعمتی که میاد، نعمت فراوان میادش. شیدر من آف کنم بهتره فکر کنم. آره اینجوری تو رکورد FPS کمتری ازمون میگیرم چون چانکم بالا گذاشتیم که قشنگ همه جا معلوم باشه. به 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 ویلیج رو برم بلک اسمیت، ولی فکر کنم نداشته باشه. از اونجایی که چشم من داره میبینه بلک اسمیتی در کار نیست. نه هم نیا کنم. آره فکر کنم مینی چیز نداریم، بلک اسمیت نداریم، ولی خب سید خیلی خوبه همین بغل کار ویلیج و سلام بر ویلیجران عزیز. به 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 آقا خوش اومدیم، آقا خوش اومدم، آقا خوش اومدم. ویلیج هم بزرگه ها. اینجا نه آیرنو. اوی 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 جانم جان. خب بازی رو ببرم بالا، صدا احساس کنم خیلی کمه. آره اینجوری بهتره. خب دود چوبه بده چوبه بده. اینم از این. اوکی تبدیل کن. خب اینجا یه دونه کلنگ، سه تا سنگ میکنیم، یه دونه کلنگ سنگی بلا فاصله. بخواه سرعت کار برم. خب همینقدر فعلا کافیه. یه دونه هم از ود یواش برادا یواش. یه دونه هم از این. اوکی خب اینجا ما کل داریم، کل هم بکنیم نیاز. اینم از کل مثل که فعلا از کاپر استفاده. جانم نگاه کن کنار ویلیجه چه نعمتیه، خدای شکرت. آیرنو بده بینم. اوی به 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 به. این آبه بریم پایین. همینقدر کافیه یه دونه هو بسازیم، یه دونه هم فرنیس. اوکی حالا از اینجا شروع میکنیم به اینم از این. خب هیبلی نمونده دیگه. آقای گلم ببخشید داداش مجبورم. 1 2 3 مرسی از شما. 5 تا آیرن، خودم هم 8 تا دارم، 13 تا خوبه. شما برو یه دونه بپز، ما هم تقریبا یه 20 تاشو. آره 60 تا نون. عالی عالی. شما بعدا خیلی به کار میاد. یه مپی باید ازت بگیریم که میریم سراغ اون مپ. یه چوب، این چوب هم برداریم.
دونه کرافتینگ تیبل. اول از همه یه دونه شیلد که اصلا نباشه گیم میشه جلو بردش. یه دونه سطل بسازیم، سطل آب. یه دونه پیککس. این یه دونه چرا من اینو ندیدم؟ برو what the hell. خب آهانا هم که پخت و 6 تا داریم. با این 6 تا هم دیگه بمون، حالا ببینیم باش چی میشه ساخت. فعلا اینجا یه دونه چست بذاریم. تو چست این آیتم ها رو همه برن اون تو دیگه. آره. خب حالا اولین شبمونم از راه رسید و روز بعدش بریم دنبال آیرن. کیو هم نداریم اطرافمون، اینی که بده دیگه بخوابیم. First night sweet dreams. اوکی. خب رو مینی مپ یه ریز کیوایی داریم، ولی آیا اونا به کیو میبینید؟ اینا این ویلیج ها. من یک لحظه آیتمامو بردارم. میبینی اونجا ویلیج بهتری. بریم سمت اون ویلیج. خب اینم از یک ویلیج دیگه. یا خدا، تو این فاصله 2 تا ویلیج کنار هم، تو یه دونه سید رندوم. به 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 به، برکتیه که اومده. و خب دوستان، هیبیلاتون کجاست؟ هیبیل آقای آیرن گولم. ولی فکر کنم ویلیج اونوری بهتره گر اشتباه نکنم. چی هست؟ ماهی بیشتره. نمیشه باش گربه آورد. خوب این دوتا سودی که ما میرسه رو هم دوتا رو بدیم ما بریم. یه من با F4 یه نگاه بندازم. نه حاجی اون ور بهتره. سیدش که نه، محوتش اون ور بهتره اگر اشتباه نکنم. جان یه ویلیج یه ویلیج دیگه اینجاست. یا خدا حاجی مگه اوی اوی اوی، یه ویلیج دیگه اینجاست. با بلک اسمیت هم داره فکر کنم، از رو مپ که دیدم خونه شبیه به خونه بلک اسمیت دار بود. بریم اونجا ببینیم اونجا چه خبره. سر راهمونم یه روینگ پورتال داریم. گلد مندینگ داره. اینو بده به ما. obsidian هم بده. و مهمتر از همه گلد بلک. اوکی چه obsidian نیست. بریم به این ویلیج سوم. 3 تا ویلیج، 3 تا. یا خدا هو اینجا رو باش. سلام من اومدم، خوش اومدم. آی فلچره فکر کنم. آره اوکی. به منطقم این که رفت و برم جانم. بعد از همه چیز فقط بریم سراغ بلک اسمیت. آیا یکی 2 تا دایمند داشته باشه. سلام آقا. دایمند ای با بدترین لوت بلک اسمیت. یا این همه اومدیم سراغ این ویلیجه هیچی نداشت. نه اوکی
این دور و بر رو بگردیم ببینیم چطوریه برا بیس ساختن. ویلیجه که اصلا پرته یه جوری تو کوه عجیب غریبیه که اصلا هیچ ولش کن رو نمیشه. اما آقای خوب هیچ انیمیشنه چقدر باحاله. اوکی خب اینجا جای خوبیه برای خونه داخل کوه رو بسازیم. اینجا یکم صافکاری میخواد و خونه هم اینجا باشه. اینجا خوبه. قطرش چقدره؟ قطرش ولی کوچیکه. ای قطرش کمه میشه ساخت. یکم اینجا تیکش کوچیکه و این مشکل ما رو بیشتر میکنه. اینجا چی؟ اینجا هم جا خوبیه. آره تو این تیکه هم جا خوبیه. آره خوبه. جا برای بیس هست ولی نه فکر کنم هم رو همین کوه عالیه. اینجا رو قشنگ براش صاف کنی اینجا بعد دیگه بقیه چیزا رو بسازیم. اوکی خب اینجا میره به چیزی مایرنی هیچی در این حد بی برکت. نه مثل این که اینجا هیچی ازش در نمیاد. مینی مپ هم جایی هست که شبیه به کیو باشه. یه سر بریم اینجا ببینیم چه خبره. اوکی خب درو اوکی رسیدیم به اینجا. بله چه جورم میره پایین. خوبه آبو ول بدیم. آب بذار همینجا باشه بعدن میتونیم برگردیم. اوکی چه قار توداری هم هست. دوست دارم قار اینجوری خوبه. اوکی بریم این پایین و بازم آیرن. نایس یه دونه ولی همش کیوم. ای رسیدیم به هیچی رسما. من اینو که من بلک بده تاف هم الان دیگه شده سورس خیلی خوبیه. جا بابا بازی اوه انگار اسپان شد. چند تا آیرن داریم الان؟ 8 تا 6 تا. اوکی not bad. خب اینو بذاریم اینجا. یه دونه فرنیس هم آهنه رو بپزه تا آهنه هم میپزه. ما بریم این پایین تاف کنیم. میخوام بیلد خونه با تاف باشه. اوکی من تقریبا همه اینجا رو کندم تافاشو. کم ردستانم بکنم شاید بعدم به کار بیاد. و با تافایی که اینجا جمع کردم شد 3 استک تاف که به نظرم کافیه. حالا بعدا اگه نیاز بود میام دوباره میکنیم. مشکلی نیست. تاف هست و خوبه. خب اینجا آیرنامون هم پخته. 14 تا آیرن با این 14 تا میشه دونه چست پلیت ساخت و
حالا بریم برا بقیه چیزا که شب شده پر ستاره سشنک بزن دوباره همینجا بگیریم بخوابیم. ای بابا بچه این چیزایی که دارید میبینید این برای سرور قبل از اینکه رکوردو بزنم یه سرور رفتم بازی هم نکردم فقط همین چتاش نمیدونم چرا مونده تو اینجا. بریم ویلیج آیرن گولمو بکشیم. نیاز داریم به آیرن که حالا آیرن گولم یک لحظه با من بیا دوست بیا قربون دست. مرسی. 2 تا گلم دارم کار بیچاره. خب 10 تا آیرن الان میشه یه کلاه و یه دونه بوت ساخت که فقط میمونه شلوار رو یا همون لگینز که 6 تا آیرن میخواد. اونم حالا اوکی میکنیم مشکلی نیست زیادی. بریم سراغ ساخت بیس به نظر من چون بالاخره نیاز بیس ساختم تو همون کوه بسازیم. خب اوکی اول کار اینجا رو یکم باید هموارش کنیم. این کلن این سری بلاکای سبز رو همش کنیم. خب الان فریم جلویی خونه رو ساختم. فریمش چقدر در همین حده. بعدش هم داخل کوه میکنم و دوباره کات میخوره اینجا دیگه بعدم بهتون نشون میدم. خب بیس و کامل اوکی شد. 4 چوبش به قولی بلاکا رو همه گذاشتم. یه ترکیبی هم زدم با بیریک استون و از این تاف چیزا بیریک تافا فکر کنم نه آره تاف بیریکس. الان هم باید بریم اینجایی که دارید میبینید رو نقشه که بریم یکم شن بکنیم. شن که کندیم شیشه درست کنیم و گلس بذاریم اینجا قشنگ که به بیرون یه نمای کاملی داشته باشه. بریم که این ایدمونم انجام بدیم. خب خب سندارم بزنیم بکنیم. خب همینقدر فعلا کافیه. من سر روی چند تا درختم باید قطع کنم. یه دونه هم لاوا بریم از همون بلک اسمیتی که کنار خونه بود تو ویلیج بود از اونجا لاوا برداریم برای سوخت چون سورس خیلی خوبیه لاوا و خب واقعا به درد میخوره. قسمت بعدی هم یادم باشه فالینگ تری رو بریزم که دیگه سر یه چوب وقتمون انقدر گرفته نشه رو ویدیو. فکر نکنم چیت حساب بشه چون اولش که هاردکور خودمونه تو ورد خودمونه و تنها کاری که میکنه این ماد اینه که به قولی یکم از زمان تو میتونه بخره. تو هر بار سر یه چوب کندنی خیلی طول میکشه. این همه بخوای چوب بکنی الکی وقت زیاد از حد گرفته میشه ارزشیشو نداره. یه لاوا به من بده. اوکی خب الان ما این چوبا رو هم اینجوریش کنیم و بذاریم که بقیه اینا بپزه که بتونیم دور اینجا رو بذاریم. یه دونه فرنس دیگه من بسازم. حالا
بالاخره نیاز میشه. این نصف دیگه شو من مثال رو بذارم که یه دونه در مسی قشنگ مرتب داشته باشیم که که چیز خوشگلی میشه. خب اینم از استرزا اینجا اینجوری میذاریم. اوکی. و اینجا دوتا بد میاد. این کفش هم باید اوکی کنیم. اوی اوی اوی. اینو یادم نبود. کفش هم باید یه چیز بذاریم که اوکی باشه. اینجا ما میایم شما تبدیل به این میکنیم، شما هم یکم استفاده میکنیم حالا سوسکی. بکن اینجا رو. خب شیپ بال گرفت، دوست دارم، حالت خیلی قشنگی داره. البته این دوتا رو هم نه ولش کن همینجور بهتر. خب این از این. حالا ما بیایم مسا هم اینجوری میشه باشید در ساخت. اوکی. در مسی که او فعلا تا در آیرنی اوکی کنیم از در مسی استفاده میکنیم. در رونالدو نداریم که مجبوریم دیگه از مسی استفاده کنیم. رونالدو بود من خوشحالم. بس کن کرینج نباش. بس کن پسر. کرینگ. او نو کرینگ. اینم از این. خب بسم الله. شوشه زنی. این بالا رو یادمون رفته که چرا بلاک نذاشتیم. آخ به چیز خدا وکیلی باحالی شد. اوکی نایس. آقا راضیم، از زحمات راضیم. این بالا رم اینجوری و به اینم از این. یه 3 تا گلسی که کلن میخوایم که جوره. خب اینم از خونه که کامل ساخته شد و باید دیگه جزئیاتش هم بهش اضافه کنیم که دیگه عالی بشه. آقا یک گوسفند سلام علیکم، خسته نباشین. بریم اولین شب و تو خونمون بخوابیم که به بنازم. First night in new home. خوب است. با کاپر میشه چیا ساخت؟ کاپر اول بلاکش که نه، ترپتورشو بده. اوکی 4 تا ترپتور رو ما میایم اینجا میزنیم. اینم از این، اینم از این، اینم از این و یه کوچولو دیگه هم میذاریم که دیگه نقل مکان میکنیم. بله چی فکر کردی؟ خب اینو بده من. خوبه. حالا
اینجا یه طرف میشه از این. شما ستا به این صورت حالا همینجا باشید. کار خاصی باهاتون ندارم فعلا. و میخواستم چی بسازم برای اینجا ها. بازم ما از اینا میخواستیم 2 تا دیگه هم باشه. حالا خب در اینجا بالای فرنیس بالا زدم، یکم بالای این زشت میشه فکر کنم. بیا شما اینجا باش، تو بلاک سومیه خوبه. نه خوب نیست. آها اینجا رو هم 2 تا پایین تر میزم. آها این خوب شد کاکو. این خوب است قشنگ است. دوست دارم. خب حالا ما چست میخوایم. چست رو بده. چست رو هم شما همین اول چست رو تو مرتب کنیم. این از چست سنگا. تو این چست آیتم فکر نکنم زیاد بشه. نه اوکی. چست شما میاد این بالا. ببینیم فعلا شما همگی برید این تو. این هم داشته باشم اگه گربه چیزی دیدیم بتونیم. دستم خورد این مایک. خب بریم که فکر کنم تا همینجا کافی باشه برای حاجی. این چقدر زود اینو زنگ زدن. سرعتش رفته بالا فکر کنم. و تا همینجا کافیه. ویدیو اول خیلی طولانی نشه. و خب مرسی که این ویدیو رو دیدید. تا قسمت بعدی خداحافظ.